اسپارتینا یکی از داروهای دیابته که تاثیر خوبی داشته رو کاهش وزن. واسه کسی خوبه که BMIش بالا 30 و نداشته رژیم و ورزش تأثیری واسش. GLP-1 و GIP دوتا هورمون توی بدنن که کم میکنن اشتها رو میشیسی، کن میکنن تخلیه معده رو تا سیر بمونی، کمکم میکنن ترشح انسولین. مولکول این آمپول اسمش تیرزپاتاینه که میکنه فعال همین دوتا گیرنده رو. تزریقش هفتگی هم واسه چاقی خوبه، هم مقاومت به انسولین دیابت نوع 2. اگه به جا استفاده شه میتونه حتی بده 20 تا 30% کاهش وزن. بعضی جا ممنوعه مثل بارداری یا کنسر تیروئید، حتما با پزشکت مشورت. راستی گفتم برای BMI بالای 30 مناسبه، ولی اگه BMI بالا 27 و داری بیماری زمینه ای مثل چربی یا فشار یا دیابت یا کبد چرب غیر الکلی یا سندروم متابولیک و آپنه خواب، واسه تو هم خوبه ولی به این معنی که بیبی میشه رژیم و ورزش و بذاری کنار. این یه کمک قویه ولی معجزه که نی اگه خودت نمیخوای نظام رو سر کار. تیرزپاتاید از GLP آگونیست هاست که از مهمترین دسته‌های دارویی در درمان دیابت نوع 2 هستند که تو سالهای اخیر تبدیل شدن به یکی از موثرترین داروها در درمان چاقی. از اونجایی که یه داروی تزریقیه باید حتما تحت نظر پزشک استفادهش کنید و دوز شروعش هم دوز پایینیه، 2.5. اگر دیدید دوستی آشنایی همسایه‌ای کسی داره میگه من استفاده کردم ولی اون دوز اولیه رو جواب نداد، فقط دوزای بالاتر، بیا تو هم از اونجا شروع کن، شما به حرفش گوش ندین، چون اون دوز لزوما نباید روی شما جواب بده، برای کاهش عوارض گوارشیه و دوز شروعشه. یه نکته خیلی مهم اینه که اگر نوع خاصی از سرطان تیروئید یعنی سرطان مدولاری تیروئید در خودتون یا خانواده‌تون وجود داره، یا اگه یه سندروم خیلی خاص به اسم سندروم من2 یعنی سندروم نئوپلازی‌های متعدد غدد درونریز نوع 2 در خودتون یا خانواده‌تون وجود داره، این آمپول براتون منع مصرف داره. یه باور غلطی زیاد میشنوم اینه که میگن آمپول لاغری باعث سرطان تیروئید میشه. نه، در سرطان تیروئید منع مصرف داره، اونم نوع خاصی از سرطان تیروئید، و بقیه مسائل تیروئید مثل کمکاری، پرکاری فلان اینا هیچ مشکلی نداره، میشه استفاده بشه با نظر پزشکتون. در کل بچه‌ها هر دارویی که برای چاقی میخواید استفاده کنید حتما تحت نظر پزشک باشه که بهترین نتیجه رو بگیرید و کمترین عوارض رو تجربه کنید. امیدوارم سلامت بشین. راستی اینم جالبه که همینجا بگم که تنها دارویی که در درمان آپنه انسدادی خواب تاییدیه داره همین تیرزپاتایده. یه دارو فقط یه جا استفاده نمیشه.